من زدم دلمو به دریا، تو هم دل منو دریاب. باریکلا خسته نباشی. آفرین آفرین. سلام دوستای قشنگم، خوش اومدید به چنل خودتون. من نگارم. منم علی. خیلی خوش اومدید به کانال ما. امروز اومدیم با عروسی‌ها بریم داخل عروسی‌های داخل کشور و بیرون از کشور. چه خبره؟ چی میگذره؟ چی کارا میکنن؟ سلطان عروسی‌های ایران شدیم. هیچ پیجی تا الان ندیدم اندازه ما کلیپ‌های عروسی براتون بیاره. امیدوارم که دوست داشته باشید و کلی بخندید. بریم که برنامه رو شروع کنیم بدون فوت وقت. Let's go. چشم و دلم روشنی چه یاریه، چشم و دلم روشنی چه یاری. لباسشو دیدی؟ چه لباسیه؟ انگار کاغذ کاداش گرفتی بعد کم اومده. اونم جای اصلی کم اومده. چینشو داشت قسمت که نباید کسی ببینه همه دیدن. 100% که پارچه کم اومده، وگرنه دوستای عزیزمون خیلی اعتقادی هم. کارما جوابشون رو میده. ست کامل تمیزکاری منزل رو براشون کادو آورده بودن. از لمپایی بگیر، تی بگیر، جاروف بگیر. قیافه عروس هم دیدنی بوده. Kendime kimseyi layık görmediğim için kendi kendine evlenmeye karar Son zamanlarda yaptığı ve ürettiği içeriklerin dışına çıkmak, rutini bozmak istedi. Damat yoktu, aday da yoktu. Gelin arabasının arkasında da kızlar üzülmeyin damat yok yazdırdım. خودش به خودش ازدواج کرده. خیلی هم خوب. مگه داخل ترکیه میشه این کارا رو کرد؟ نه میگه کسی لایق خودم ندونستم. اگه از خودش راضی نبود باید از کی شکایت کنه؟ من زدم دلمو به دریا، تو هم دل منو دریاب. شبی که تو بخندیش نمیخورد 42 سالش باشه. فکر میکنم الکی نوشته بودن. مثلا داداش عروس اومده باهاش عکس بگیره، سریع اومدن یه کلیپ درست کردن، زیرش هم یه چیز چرت و پرت می‌نویسن که فقط بازدید بخوره. باور نکن. شما باور نکن. وقتی با یه گوسفند ازدواج میکنی، گوسفند نباش. کتاب گوسفند نباشید و باید بهش هدیه میدادن که یه خورده به خودش بیاد. گوسفند نباشیم. اینم یه گوسفند خطوط دیگه. دوشو بردیم به دوست عزیزمون. اگه مریضی آدم تقدیم کن. دوست نداری ازدواج نکن. چه اصراری؟ خب همچین نکن. دختر بدبخت اینجوری نکن. بیا دستمو بگیر ببین درسم قلبمون بزن آمبولانس. زنگ بزن آمبولانس. دستش خوش شد، دستش شکست. زنگ بزن آمبولانس. او مای گاد. جذابیت خودشو داره دیگه. فرمالیته هست، هیچ اشکالی هم نداره. لذتشو ببریم. از لباس اضافه امراض باشه اشکال نداره. عالی انرژی تو دوست دارم مرد. چی انرژیشو دوست داری؟ عروس بدبخت منتظر فیلم بردار، منتظر دستشو بگیره بیارتش بیرون. اینو وایساده میرقص. باریکلا خسته نباشی. آفرین آفرین.
اصلا نباشیدم بگیم به عروس عزیزمون دوست پسر رو تبدیل به داماد کرد. آفرین. آقای جعفری همه به تسلیت میگیم، بعد ضایع شدی، بعد نابود شدی، فیلمت هم ما پخش کردیم، در جریان باش. پخش نکردیم، بقیه خودش پخش شده است. ایشالله که خدا سر هیچ کس نیاره. آدم آب آفتابه بخوره اینطوری ضایع نشه. ماشاءالله به این انرژیشو خیلی دوست داشتم. واو، شاباش بریزید براش، شاباش. لای نازه نازه ولک نمک میریزه ولک نظر شما چیست؟ آیا موافقید یا مخالف؟ برامون کامنت بذارید. من دختر از کرمان گرفتم، از پای منقل بلندش کردن آوردنش سر سفره، چیزی مصرف کردی میچسبه. دیگه از این لاکچری بازی ها در نیاری ها. کاش افتاده بودی، آبروی بدبختی نمی بردی. Вы все здесь больше нахрен не уперлись. Я вас всех обшиваю. چقدر کیوت بودن. گروه رقص باله از اروپا براتون آوردیم. هر کی خواست جهت سفارش دایرکت. بشین آقای داماد. یه از اون پسرها بود که میرفته دم در مدرسه دخترونه تک حرف میزده. آفرین. دختر دیده جفگیر شده. 2-1. 3-2-1. میزان علاقه پسرها به داماد شدن. اون دختره که دوست پسر رو تبدیل کرده به شوهر چه هنری داشته؟ وای خیلی بده. ایشالله که برای هیچ کسی هیچ وقت اتفاق نیفته. چه رقصی داشت انجام میداد، خوشگل بود. Pedra, 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 pedra. سوتیایی از توی این رومانتیک بازی ها ما خبر نداشتیم. برای یه عکس رفتی کامپوزیت از دیجیکالا خریدی؟ حداقل درست فیکسش میکردیم. Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. خدا هیچ کس رو اینجوری ضایع نکنه. بدبخت لبش خوش شد. وسط راه بود. زن زندگی، زن پول جمع کن، همینه. خیلی نامردی. داماد از رو آب زیر آبی رفت. تصوری که همه از شب عروسیشون دارن، ولی چیزی که اتفاق میفته، عمه داماد، عموش، خواهر عروس، رفیق صمیمیش، خاله عروس، بچه هایی که قرار بود نیان، جاری عروس خانم، خود آقای داماد و عروس خانم. یه مجموعه فامیل عروس و داماد. ولی واقعا جدی تصور هممون عروسی اولی است. اینجوری شامپاین بتله کنن.
عاقبت خودنمایی. هم خودش بلند بود، هم اینقدر پاشنه کشیده بود زیر پاش. واقعا چجوری با این پاشنه ها را میرین؟ من که هیچ وقت دخترم اول هیچ وقت نتونستم. خب عزیزای دلم، امیدوارم که لذت برده باشین و دوست داشته باشین. امیدوارم که تونسته باشیم یه کوچولو لبخندم شده روی لبتون بیاریم. مرسی که تا آخر برنامه رو نگاه میکنید، لایک میکنید، ساب میکنید. ما خیلی انرژی میگیریم از کامنت های خوشگل شما. حتما برامون کامنت بذارید. تا برنامه دیگر، بدرود. بدرود مای فرند.